آقای عباسی، من دوباره بسیار کوتاه ولی لطفاً جواب بدین. بحث کمپاین و دادخواهی و اینها شد. دادخواهی های شده چه در داخل افغانستان چه در بیرون از افغانستان، ولی متاسفانه ثمره و نتیجه آنچنانی نداشته. آیا شما هم موافق هستین با آقای انصاری میشه همین کمپین ها و دادخواهی ها رو ادامه داد؟ خب در راه دیگه نداره دیگه، چون ما در کشورهای زندگی میکنیم. من یک مثال براتون میتونم. مثلا در کشوری که من زندگی میکنم، استرالیا، کمیته ملی المپیک استرالیا، شاید من بالاتر از 10 نامه به رئیس کمیته ملی المپیک، به سی او، به تمام فدراسیون ها، به کسایی که کار میکنن از وضعیت افغانستان به اونا گزارش میدم. میگم که مثلا طالبا ورزش بالای زنان قطع کرد و بالای زنان ای قانون جدید وضع شد. اینا کلا آگاه می باشن. ما نقش ما اگر در حد یک آگاهی هم است، من فکر میکنم نقش بسیار کلان است، تا ای که ما یا سکوت بکنیم یا به می وضعیت عادت بکنیم. خب چون مردان میره در مسابقات اشتراک میکنه همین کافی است. من فکر میکنم باید به این واقعیت مثلا برسیم که زنها باید اشتراک بکنه و اگر به نقص مردم تمام میشه بگذار تمام شود. و وظیفه ما کسایی که در گذشته در یک جایگاهی بودن در ورزش افغانستان ای است که به تمام دروازهایی که مرتبط به ورزش و حقوق بشری است تک تک بکنن و وضعیت آگاه بکنن. امروز نیم پس فردا، ولی وضعیت تغییر میکنه و بدون از این دیگر راهی وجود نداره. بله.